بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. روزی رحلت رسولی آزاده، امتی امتی گفته جان داده. صلوات خدای هر ساعت، بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی، رهنماینده بزرگ و سبی. سلام و درودی به پایان بهرتان، پدران و مادران و برادران عزیزم. به یگان شک و شبهه پیامبر خدا درود بر او از پدر و مادر دیده نسبت امت غمخوار است. میگوید روز پیامبر خدا درود بر او یکی از قبرستان ها گذر میکرد که ناگهان صدای داد و وای را از یک قبر شنید. به نزد آن قبر رفتند، دیدن که یک جوان با آواز بلند داد و وای می گفت. حضرت وقتی که کافت و کاو کرد فهمید که این جوان در قید حیاتش مادرش را عذاب و شکنجه می داد و دائم دل مادر می آزرد. مادر به درگاه خدا دست برداشته دعا کرده است که خدایا این پسر مرا در عذاب گرفتارش کن که داد و وایش بلند شود و همه بفهمند. همه می داند که دعای مادر بی شک و شبهه قبول می شود. بعد از مرگ خدا این جوان را در قبر به عذاب مبتلا کرد که چگونه مادر دعا کرده بود داد و وایش براید. همین طور شد، داد می گفت، وای می گفت. پیامبر خدا صحابه را به نزد این مادر فرستاد تا او را از عذاب پسرش آگاه سازد. مادر آمد. پیامبر خدا درود بر او هرچند مادر را می فهمانید که عذاب پسرت سخت است، از او راضی شو، مادر قبول نمی کرد. پیامبر خدا درود بر او دلسوزتر و رحیم که بود دعا کرد که خدایا پرده را از چشم این مادر بردار تا خود عذاب پسرش را ببیند. وقتی که پرده از چشم مادر برداشته که شد، دید فرزندش چگونه عذاب می کشد. مادر که غمخوار است از پسر خود گذشت و او را بخشید. همین بود که عذاب از بالای این پسر برداشته شد. همچون برادر و دوست شما گفتنی هستم، پدر و مادرها را حرمت کنید تا در عذاب خدا گرفتار نشوید. شما فریب نخورید که نماز و روزه و زکات می دهم، انشاءالله فردا وارد جنت می شوید. اگر شما همه اینها را انجام دهید، در برابرش پدر یا مادر ناراضی باشد، والله این طاعت و عبادت های شما فایده نمی رساند. باقی خدا نگهدارتان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستم در آخر با همراهی شما دوستان یک سوال و جواب بکنیم. سوال برای شما داده می شود دوستان عزیز، جواب این را فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید. سوال چنین است: ابو تراب لقب کیست؟ وریانت ها چنین می شوند: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی، حضرت عمر. دوستان فکران خود را بنویسید در زیر ویدیو. با شما بودم بنده عبدالله، یک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدایا مددگار ما و شما باشد.